همینجا منتظر باش. نامت چیست؟ زیا بگو. زیا. این ماشین از شوکت باشه. ака зиё гуфтани одам туро дидан мехоҳад. бурутош дуроз биниш қирна афт шамхелие? бале ака. ҳамон будроя. ё худоя. ин шавкат чӣ кор карда истода бошад? метавонӣ дарӯӣ. раҳмат. аввал туро як ҷустуҷӯ кунем. марҳамат. چه احوال است؟ ها؟ اوه تو هم زیو نیستی؟ زیو گفتی؟ زیو یکم پرابلم داشته باشی بگو حلش کنیم، نداشته باشید برو ذرا برون پوش. شوکت مرا عصبی نکن به خدا. این موی سری شانه کرده ات را میچینم. از پشتی تو شده کنعانی دیوانه است. پس من از در کجایی که یابد میکشد مرا. تو باشی خودت را مافیا گرفته ایستاده ای. برام پروای کنان دیوانه را نکن. این روز جنازش هم میخونیم. تو اینجا نشسته استراحت کن برادر. بچه ها در خدمتی تا هستن. میدانی به کدام خاطر تو یک وقتا خدمت کرده بودی. امروز باشه ما خدمت تا میکنیم. ایده شاورماش بره بچه. این رابینه پول یافته از خود رفته است. واهمه‌اش رابینه. اکا شاورمای سید قلمفور میخوایی؟ چی؟ شاورمای تز میخوایی؟ من شاورما را دوست نمیدارم. کن اینجا بیا. من شاورما نمیخورم. رفته برای من از آنجا برچه یا بغزالچه تندوری گرفته بیار. میریم کنون هم کم تیز میه. اکا کلیا؟ چی میگویی؟ همین کالتکلیاس با شبکت با خیالم یک جا کار میکنن. نمک میگه از پس کالتکلیاس شیم همین شبکت ها اپی کدام قپیم. چی گفتی؟ ای پسر با جای اینقدر لقیدن آنها رو بیارید. اکا آنها رو برنامه نیفته است. ما چخیر میابیم آنها رو از برای خدا. الله. ای پسر برنامه تلویزیونی چرا کاریشو برا بکرده است ها؟ ای گوسفندهای کر. اکا جون نگو که کاری برنامه دزد و کر و بدبخت و فلان رو کفتن نیست. کارش همین است اکا. کم گوید با ماشین میرویم. او کمیشرم سردارم بخیر است؟ برای گوش کردن امر معروفی هجری آمدی؟ بله چی شده است؟ آه خوب رای حق را یافته ای ماشالله. میگویم که کالتکلیاس و شوکت خوشخاله را دستگیر کردی؟ نه دلگیر شدم از این دوادوی ها. با خدا شیشته حساب کنم 2 ماه مانده است. نفقه میبرایم. عریضم رو دادم. خوب بخیر. ما شوکت را در آسمان میگفتیم اما او در زمین بود است. ها کنون دیوانه باز مرا میکوبی؟ با گفته که شوکت بخپم پوست میکنم در درونش که های علفه جو میکنم. انا من پوست کنم میدونی چی؟ خوروش میکنم.
چی میگوید؟ چی گفت تو؟ از برای خدا این دیوانه چی میگوید؟ از فکرم گشتم من. تو را کشته با پوستت کاه جا نمیکنم. کاه حیف میشود. شاید یگان گاو کاه را خورده شیر دید. اما من تو را پاره پاره کرده نزدی سگ ها میپرتایم. گوشتی تو را سگ هم نمیخورد. از پشتی تو شده بانو مرا تر کرد. تو را بچه خوری میپرتایم به دوزخ. لعنتی بانو اصلا تو را نه مرا تر کرد. مرا وقتی که من بودم تو نبودی. امروز گبزن شده با بدبخت. دختری بیچاره گریخته رفت. از پشتی کی؟ از پشتی تو. خاموش باش. حیوان پرونش. ای بچه یو رو زدن کو؟ وجدان انسانیم ال میرم بیارم. گریز گریز لعنتی. گریز بینیم تا کجا میگریزی. این ابله رو زنده دستگیر کنید. لعنتی چخیل زود اونها رو کشتن؟ این کنعان دیوونه چخیل آدم های ما رو زود پرونده؟ بخشی شمک دیوونه؟ خزینه ام را دزدیدید. لعنتی خزینه از من بود. چخیل خزینه ام را میدوزیدم باز؟ اصلا دوزی اساسی تو هستی. دوزی حقیقی تو هستی. خزینه ام را تو دزدیدی. همه چیزی حقیقی من هم میگویی با اکو دوزی حقیقی من هم میگی. دوزی حقیقی تو هستی. این همی دوزده مردم. خزینه ام را برگردان بگردن. جهان رو به یک رو بشکنم. آنه آنجاست. خزینه ام را برگردان. سرت مرا ما بروسی هم نمیدونی تو. هیچ کس با من زوری کردن نمیتواند. بروسی حقیقی منم. سلاح را ماند. او را زنده دستگیر میکنیم. صبر کن. ایستا ناخلاف. صبر کن دوست. ناخلاف ناکس. صبر کن. ایستا میگویم. ایستا. هر دوی شما از پیشش روید. حالا صبر کن. با دستم میفتی. ناکس. نگریز لعنتی. با کجا رفت تو؟ شاید به این کلیسا در اومده باشد. چه میگویی تو؟ چه خیلی کلیسا؟ اکا گوش کو او بدبخت دین شعلیش نکنه. شما چی ها میگوید؟ دیوانه اید؟ کدام دین و ابله را قبول میکنه؟ گوش کن دوستم، ما با آن طرف میرویم. شما اینجا منتظر شوید. اگر کسی از درون برای دستگیرش کنید. رفتیم دوستم. شرف در اون طرف در بست که با اون سروخی نرود. کشت ما را شوکتی به شرف. شرف تو یگان بار مچتی کریستیانو در آمدگی هستی؟ هیچ ناآمده بودم. اولین بار است. یک سوال امایدکیم در یاد مای. همین کریستیانو پیش ایمچی چون اومدن تورات میکرده باشن؟ با خدا بسیار سوال خوب، ولی من هم نمیدونم. از کجا میدونم؟ اوه جناب راهب از او پرسیم. یه دقیقه بی اکپو یه سوال تیم. شما پیش ایمچیتون در اومدن تورات میکنین یونی یکم روز شگاب زده اخوی در دینتون تورات کردن است یونی ها؟ این چه خیلی سوال هستن بیاقل ها. اگر حوزی گریزم انیق فهمیده از پسم بشم چیکار کنم؟ جناب راهب یا با دیلش گپ زده ایستاده است یا تاجیکی را نمیدونم. ما فکر کردم که کرای با فکرم ما را دستمال میکند. با خدا دستمال کرده ایستاده است. بخشش دملو وقتتون رو گرفتم. رو جواب روید مالش روید. آخر تو چی خیلی آدمی به سواد هستی؟ جناب راهب را جناب داملو میگویی.